عزیزان انشاءالله پس فردا روز شنبه 15 ایون روز عرفه می باشد. روزی هست که فرصتی هست برای اجابت دعاهایمان، فرصتی هست برای بخشیده شدن گناههایمان و فرصتی هست که از جمله بنده های باشیم که پروردگار فخر میکند در نزد فرشتگانش. و درباره همین روز عرفه خیلی حدیث ها زیاد آمدگی هستند و من یک چند حدیثی که تماما معنای دیگر حدیث ها را هم در بر میگیرد کوشش کردم که انشاءالله خدمت شمایان پیشکش کنم تا که از برکت آن روز، از فضیلت آن روز همه برابر بهره مند باشه. حدیث در صحیح ابن حبان آمدگی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: ما من یوم افضل عند الله من یوم عرفه ینزل السماء فیقول انظروا الی عبادی شؤثا غبرا ضاحین جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هیچ روزی در نزد الله دوست داشته تر نیست از روز عرفه. روز اگر در بین روزهای سال 10 روز ذوالحجه از بهترین روزهای سال باشد، روز عرفه در بین این 10 روز باز بهترینش هست. و پروردگار همان گونه که به ذات خودش زیبنده است به آسمان دنیا نازل می شود یا به بندگانش نزدیک می شود و به فرشته ها می گوید: فرشتگان ببینید، نگاه کنید به این بنده های من، علل خصوص بنده هایی که خوش به حالشان روز عرفه در عرفه هستند، روز عرفه را در عرفات می گذرانند. به بنده هایی که در حج هستند، در عرفه هستند، می گوید نگاه کنید به این بنده های من، مویهای ژولیده و چنگالود دارند در این نصف روزی گرم. اینها آمدن از راه های دور فقط با امید رحمت من، حالان که عذاب مرا ندیدند. در حدیث دیگر خود مرا ندیدند و اینقدر رحمت مرا انتظار هستند و اینقدر به امید رحمت من هستند و از عذاب من می ترسند. و در دوامش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هیچ روزی نیست که مانند روز عرفه پروردگار بنده ها را یا مسلمان ها را از عذاب دوزخ نجات دهد. یعنی گناه های بنده هایش را همان گونه که در روز عرفه می بخشد و آنها را داخل جنت می کند و گناه هایی که آنها را داخل دوزخ می کرد آنها را پوشیده می کند، دیگر این گونه روز وجود ندارد.